درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما بازگوی کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، چهره‌های ماندگار، راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، گفتار 68. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را قطب‌نمای روزگار خویش قرار دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. شمس‌الدین شاهین، صیقلگری آینه دلها. شاهین در دوره تحصیل در مدرسه و درجه علم و دانش و قدرت و نیروی استعداد خود باوری کامل داشت و بارها شده که با استادان خود بحث و جدل‌های علمی نموده غالب می آمد. علاوه بر این، شاهین چون خط خیلی زیبا داشت، کتاب‌های ادبی و تاریخی را برای دوستداران تاریخ و ادبیات کتابت نموده با دستمزد آن زندگی می‌کرد. این فضیلت و هنر و مهارت رسا بیشک از آینده روشنی صاحب هنری جوانی طالب علم و صاحب ذوق بشارت می‌داد و استادانش در سیمای او مدرسی معروفی آینده را می دیدند. ولی شمس‌الدین بیشتر به کار ایجادی، تالیف اشعاری بلند پایه میل و اشتیاق داشت و دیری نگذشته همسبقان و استادان او را به صفت شاعر شناختند. من بعد غزل‌های ناب عاشقانه شاهین در بین عامه وسیع مردم پهن شده، در دایره ادبی بخارای شیر پرور و بیرون از آن نیز از شهرت و اعتبار خاصه برخوردار گردیدند. در این دوره او به امیر مظفر سالهای حکمرانیش 1860 1885 نیز چند قصیده بخشیده او را به صفت حاکم عادل و حامی اهل علم و ادب ستایش نموده است. به تأکید پروفسور رسول هادی زاده، شاهین مدرسه را در ابتدای سال 1880 ختم نمود و هنوز به کاری مستقلانه آغاز نکرده پدرش ملا امان در 87 سالگی از عالم گذشت.
باری زندگی عائله‌ای بی سرابان به عهده شمس الدین که درآمدی معینی نداشت و در تنگی و دشواری میزیست افتاد. در همین دوره دشوار یکی از شخصیت‌های با نفوذ و صاحب اعتبار، شاعر و دانشمندی شناخته محمد طاهر خواجه، متخلص و ضریری جویباری، شمس الدین جوان را تحت حمایت خود گرفت و برایش پیوسته کمک‌های مادی و معنوی می‌رساند. ضریر تمام ذخیره علمی و ادبی خود را بهر تکامل ادبی، فضل و کمال و درخشندگی طبع شمس الدین صرف نموده و او تصوف و علوم دینی را آموزاند و علاوه بر این تا زمانی بر حیات بودن احتیاجات مادی زندگی شاگردش را تأمین می کرد. به همین وجه شاهین در مثنوی تحفه دوستان در چند مورد او را پدری معنوی و پیری فرخنده فر خوانده است. ز اقبال آن پیری فرخنده فر، مرا زنده شد باری دیگر پدر. من بعد شاهین با تقاضای ضرورت و احتیاجات شخصی روزگار در یکی از محله های بخارا امامتی مسجد را به عهده می گیرد، ولی پیشه مذکور برای این جوانی صاحب علم و نازک طبع و شاعر پیشه پسند نآمد، زیرا در هر مراسم از مردم صدقه گرفتن هم کاری دشوار و هم ننگاور بود. از این رو این پیشه را ترک کرد و چند مدت بی شغل و درآمدی معین زندگی کرد. سال 1886 شمس الدین شاهین در نزد مأمور دیوان امیر عبدالقادر پروانچی به صفت میرزا به کار پذیرفته می شود و به این وسیله رابطه‌اش با دربار امیر آغاز می یابد. بعد یک سال 1887 شاعر در سن 28 سالگی با دختری یگانه عبدالقادر پروانچی که اکنون والی ملک شیرآباد تعیین گردیده بود عائله دار می شود. متاسفانه این پیوندی زناشویی دیر دوام نکرد و بعد 9 ماه خانه‌داری همسری شمس الدین از عالم چشم پوشید. بعد این فاجعه آیا شاعر بار دیگر عائله دار شد و یا نه دقیق معلوم نیست. آوازه فضیلت و طبع بلند شاعری شاهین به گوش امیر عبدالاحد که خود را شاعر و دوستدار شاعران می حسابید رسید. امیر مذکور تقریباً در سال 1889 شاهین را به وظیفه ندیم دربار پذیرفت و او در اندک مدت همچون شاعری توانا، خطاط و نویسنده حجت‌های دیوان امارت و شخصی فاضل و دانشمند صاحب اعتبار گردید. اما حسودان از محبوبیت او در نزد امیر و درباریان به تنگ آمده در حقش بدگویی ها می کردند.
روح آزادی پرست و استقلال جوی شمس الدین شاهین از محیط تیره و تاری دربار، بغض و حسد و رشک و فتنه اهل آن به تنگ آمده راه خلاصی می جوید. شاهین به اهل معنی بیش است جوری گردون، هر کس که دانش آموخت تا هست می خورد خون. اکنون که اهل فضلم بیشمار بخت واژون، می بایدم کشیدن زین ورترخت بیرون. جای روم که گردون بالای سر نباشد، شاید ز دشمنی فضل آنجا اثر نباشد. ولی امیر عبدالاحد که از قابلیت و استعداد کم نظیر شاهین آگاهی داشت، او را همیشه به طریق اجباری در رکاب خود نگاه می داشت و برای دلخوشی خود و همصفانش سرودن مدحیه و اشعار پرفحش و بی‌معنی را تقاضا می کرد. شاعر در این محیط ناسازگار و مثل کبک قفس گرفتار ماند و عاقبت به بیماری سیل گرفتار شد. ولی امیر در همین وضع ناسازگار نیز او را از نظر خود دور نمی گذاشت. سال 1894 با اصرار امیر، شاهین بیمار و بیمدار را نیز به سفر شهر سبز مجبور نمودند و او در شهر قرشی از پا افتاد. دیری نگذشته شاعری آرمانی و نامراد در حالی که همگی 35 سال داشت از عالم درگذشت و جسدش را در همین شهر به خاک سپردند. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او با واسطه نام پدرش مولا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کلابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین مولا امان نام کلابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است.
شمس الدین شاهین در طول عمری کوتاه خود با وجود مصیبت و نابسامانی های زیادی که با امری سرنوشت به آنها روبرو آمد، برای آیندگان میراثی خیلی غنی و گرانبهای به یادگار گذاشته است. نظر اجمالی به این آثار پرمایه کافی است که به درک این حقیقت برسیم که واقعاً او از هر لحظه و روز عمر خود با ثمر و آگاهانه استفاده برده است. میراثی بازمانده از این شهبازی مرغزاری فضل و کمال و آزادی عباره استاد صدرالدین عینی از دیوان غزلیات، مثنوی لیلی و مجنون، مثنوی ناتمام تحفه دوستان و رساله بدایع الصنایع عبارت است. پروفسور خالق میرزازاده حجم عمومی آثار منظوم شاهین را 12500 مصرع معین نموده است، ولی محققان دیگری آثار شاعر رسول هادیزاده، عبدالجبار رحمانزاده آن را حد نهایی نمی دانند و تأکید می کنند که اگر همه دستنویس های باقی مانده آثار شاهین را ورقگردان کرده ابیات موجوده آنها را حساب نماییم، از این تعداد خیلی افزونتر خواهد بود. متاسفانه دیوان شاهین در زمان زندگیش نه از طرف خود او و نه از جانب نفری دیگری مرتب نشده است و از این رو اشعار و آثارش سالیان زیاد به طرز پراکنده در بیاض و مجموعه های گوناگون ثبت گردیده بودند. پژوهش پروفسور رسول هادیزاده معین نمود که بعد وفات شاهین دانشمند بزرگ تاجیک صدر ضیا در کار گردآوری آثار بازمانده او سعی و تلاشی فراوان نموده، مثنوی تحفه دوستان را کتابت فرموده، در مجموعه و بیاضهای شخصیش شعرهای شاهین را جمع آوری و ثبت کرده است. در گردآوری و حفظ آثار شاهین خوشنویس و فاضل بخارایی میرزا محمد قابل غژدوانی متخلص به سودایی بیش از 40 سال زحمت کشیده. سال 1936 دیوان نسبتاً مکمل شاعر را تدوین و کتابت نمود. شمس الدین شاهین در غزل و قصیدگویی مهارت بیمانند داشت و قسمت زیاد میراث ادبیش را اشعار لیریکی تشکیل می‌دهد. تا کنون به اهل تحقیق 203 غزل شاعر معلوم است که آنها از 1652 بیت عبارت می باشد. علاوه بر این او قطعه، رباعی، مخمس، ترجیع و ترکیب بندها نیز دارد که تعداد آنها نسبتاً کمتر است. باید گفت که شاهین پیش از همه شاعری لیریک، ترنمگری عشق و محبت، ادامه دهنده عنعنه‌های دیرین ادبیات 1000 ساله تاجیک و فارس، به خصوص اشعار شیخ سعدی، خواجه حافظ و میرزا بیدل بود و این پیروی هم در شکل و هم در مضمون آثارش بازتاب یافته است. شاهین در برابری با کمال هنرمندی دوام دادنی عنعنه‌های بهترین پیشگذشتگان در آبرزناکی سخن
واسطه های نوی تصویر خیلی تازه کاری ها وارد نموده سبک خاص خود را به وجود آورد. به غزل وارد کردن آهنگ های تنقیدی اجتماعی و به حیات واقعی نزدیک ساختن آبرزی بدیعی مخصوصیت های کلامی شاعرانه او محسوب می شوند. شمس الدین شاهین در تعریف داستان نیز دستی توانا داشت و دلیل روشن آن در طوری کمتر از 1 ماه تألیف کردن داستان لیلی و مجنون می باشد. مؤلف این اثر را سال 1888 به یاد و خاطره همسری مهربانش که ناوقت او را ترک گفته بود در پیروی نظامی گنجوی و امیر خسرو دهلوی نوشته، در آن غم و اندوه حسرت و درد و علم بی پایان خیش را بازگو نموده است. طور اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده می نویسد شاعر فلسفه زندگی را در شرح سرنوشت می بیند و با بیان و تصویر رفتار مجنون و لیلی عملهای خیر و شر انسانی را در نزد تقدیر طرح ریزی می سازد. در حرکت قهرمانان بیان ساختن فلسفه زندگی هنر می باشد و شاهین در داستان مذکور از عهده آن به خوبی برآمده است. داستان لیلی و مجنون از اثرهای دیگری هم نام آن از جهت مندرجه، عملیات و خصلت قهرمانها و بندوبست تفاوتی جدی دارد و اثری کاملا نو می باشد. آن از 4484 مصرع عبارت بوده. مؤلف در جاده عشق مجنون تا به آخر استوار و متین و وفادار بودنی لیلی و جز او دیگری را نپسندیدنش را با مهارت بیمانند به سلک تحریر کشیده است. مجنون باشد در جاده عشق ثابت قدم نیست و نسبت به دوست داشته خود بی وفایی و فارغباری، بی رحمی و دغلی را روا می بیند، ولی بعد فوت لیلی اشتباه خود را درک نموده در سری تربت او جان می دهد. مادری لیلی نیز با شنیدن این خبر قالب تهی می کند و شمس الدین شاهین با تصویر این حالت با سوز و گدازی عمیق از فاجعه بصری خودش آمده یادآور شده اندر ناچیزی حیات و گذران بودن عمر می گوید. این خانه که هر کسیش در شد، تا پای درون نهد بدر شد. کس نیست که در جهان بیماند، گرماند نه جاودان بماند. دنیا چو پل است و بر سری پول، کس را نشده رهی تحمل. این عمر که جز دم فزون نیست، ناگه که برون شود درون نیست. مثنوی
اخلاقی و اجتماعی تحفه دوستان، هرچند مرحله مهم در آثار شمس الدین شاهین به شمار می رود، ناتمام مانده است. شاعر در این اثر به سبک و اسلوب شیخ سعدی در بوستان بسیار مسئله های اخلاق و آداب و رعایه رسم و آیین عدالت را در اداره دولت با راه پند و نصیحت و اندرز به میان می گذارد تا برای امیر و زمامداران وقت راهنمایی باشد. مؤلف تألیف این اثر را سال 1889 با توصیه و هدایت استادش خواجه خواجگان ضریر جویباری آغاز نموده. باید در 10 باب مسئله های مهم حیات اجتماعی و معنوی را فرا می گرفت، ولی از آن تا زمان ما تنها قسمت های مقدموی و آغاز باب اول در عدل و انصاف و تدبیر جهانداری با یک حکایت باقی مانده اند و خلاص. شاهین این مثنوی را با شکوه بیکران آغاز نموده. تأکید می کند که اهل جامعه به خصوص زمامداران دهر تنها به ظاهر و به زبان نسبت به اهل فضل و دانش مهربانی دارند، ولی در اصل با ایشان کینه های نهانی ورزیده سفیه را از فقیه فرق نمی کنند و با نشان اعتراض می گوید: از این قوم امید یاری خطاست، که از دشمن امیدواری خطاست. از این فرقه دامن کشان درگذر، چو بنشستی در غرفه افتی بدر. او سبب از گیتی شکوه و شکایت بی نهایت زدن خود را شرح داده می گوید که مقصودش بجز دستور و سبق دادن به آیندگان چیز دیگری نیست. از این دام بیدانه دوری گزین، سری خیشتن جای دانه مبین. من ادمار دیدم تو فیروز باش، ز احوال من عبرت آموز باش. شما گفتار 68 را از روی کتاب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجامقل شنیدید. کارگردان شرعلی نقزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.